امروز من 3 تا معروف‌ترین یوتیوبرای جی تی فارسی رو آوردم داخل ماینکرافت و براشون 3 تا چالش طراحی کردم و هر کدومشون که بتونه داخل این مراحل امتیاز بیشتر به دست بیاره برنده میشه. قبل از شروع ویدیو لایک و ساب یادتون نره، حتما برام کامنت بزنید که این مدل ویدیوها رو دوست دارید یا نه و حتما برید تو کامنت ها حدس بزنید که کدوم یکی از این یوتیوبرها برنده میشه. و بزنیم بریم ویدیو. خیلی خوب بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. سلام. آقا بنازم. خب بچه‌ها میدونید چالشی که روبرتونه چیه؟ نه اصلا. تو میدونی این برجی که زیر پای ما کیه؟ واسه کیه یا نه؟ برای کیه؟ برای کیه به نظرت؟ نمیدونم برای کیه. چی گفت؟ بچه‌ها شما الان روی بزرگترین برج لوس سانتوسید، همون میزبانک خودمون. بیاد اینجا. من پایینم، منو بیار. من پایینم. میگم ببینیم اون پشت. برید پایین، برید خودتون رو مسلح کنید. کجا داری؟ بدوید. اوه چه گونه خفنی. آقا اینا رو چجوری؟ آها نزن منو برداشت بابا، نزن. اینجا میتونید داخل این چستا میتونید امواتون رو بردید. نه گانا واسه من هیچ کی بر نداره. اره برقی بود. پشمام اره برقی برداشتم. بیا اینجا. داداش چجور دیراب میکرد؟ خب بیاید اینجا. من گانه چت برداشتم، نامردیه. من یه بار دیگه میخوام. داداش اینجا جنگل بکش تا کشته نشی. لباسا رو بردارید، آرمورا رو بردارید. کی این بغل مثل این بچه مؤدبا وایساده فیودال؟ من اتفاقی آرمورم کمه، نمیافته. یکم دیگه بده فیودال، یکم دیگه بیا بده. اینجا بردارید. یه زیتو بردار دیگه. یه 2 کیلو آرمور بده. چه 2 کیلو. بابا آقا احمد لباس ما رو بر چی لختمون می‌کنی؟ آقا مرحله 10 تا طبقه زنده بمون. اوه بیا بیا اینجا کجاست دیگه؟ خیلی بچه‌ها به چالش اولتون خوش اومدید. اینجا 10 تا طبقه دارید. تو هر طبقه زامبی مختلف اسپان میشه و هر کی یه زنده بمونه یه امتیاز میگیره. میتونید ادامه من بدید. خوراکم آقا مگه ما بعد تو هستی میجه ما رو انداختی؟ اوه نه یو ابوالفضل. یو خدا. داداش برو. وای وای وای. اوچی من با گان لیزرم دارم میزنم همه رو. کی منو زد؟ یه نفر منو زد. من نزدم. فقط الیکسیات زنده است. چرا اینجوری؟ نامردیه. داداش علی واخر نمیده. تیرم تمام شد. کمک دعوت کن. ماشاءالله. آقا این آدما بیشتر از زامبیا خطرناکن. فیودال اینا رو بنداز بیرون. خیلی خوب بچه‌ها برید روی یکی از این دکمه‌ها به تایید محله بعدی. خیلی خوب. به محله بعدی خوش اومدید. 10 تا محله دارید. همینجوری باید 10 تا رو برید زنده بمونید. 10 تا داداش خیلی زیاده. 10 تا تا چی؟ خیلی با تا صبح اینجاییم آخه. من دلم نمیاد اینا بکشم، خیلی چوسن. خیلی آسون بود دیدید. راحت. ما بالاخره جی تی پلیر باید یه فرق داشته باشیم ما ماینکرافت پلیر دیگه. آجی چقدر اینجا تاریکه. یو ابوالفضل. آقا من گان ندارم. الو من با حساب لیزر دارم میزنم. حاجی من الان میمیرم یا ابوالفضل. بیا احمد اینا رو بردار احمد. کجایی فیودال نمیره. این بره. آر پی جی کی داره؟ آر پی جی کی بزنه؟ کی آر پی جی برداشت؟ همین بود فرق بین جی تی پلیرها و بیا شروع کن دوباره. حاجی من کجا اومدم؟ بارو پشتمون بودم من. احساس میکنم من تیرام اصلا هیچ اثری نداره بهش. آقا من تفنگمو میخوام عوض کنم، شاتگان نمیخوام. ای نزن. حاجی اینا اصلا نمیمیرن داداش. الان کمکتون میکنم، اشکال نداره. وایسی. کمک نمیخواد، نمیمیرن. من مردم. دارم میمیرن که خیلی راحته. من دارم کمکتون میکنم. وای پار میدای من. گریزی گیمینگ داره پشت سرم میمیره. بابا من اسلحه میخوام. باید با یه دنیا تصفیه کنم. خیلی خوب. باید بهتون بگم که ریدید. نمیتونید. آقا میگم که من شاتگانم تیر نمیزنه. چرا؟ چون تفنگش تیرشو نری بین بعد. آقا کی منو زد؟ بابا نزنی. دستم خورد، خواستم ببینم شاتگان کار میکنه. خب بچا به محله بعدی خوش اومدید. بزنید اینا تفنگ دارن، میتونید باشون فایت بدید. زدم بالاخره. آها ماشاءالله. بابا احمد منو زد. نه من احمدو زدم، علی شاد منو زد. یا برو ریزی ما رو زد، ما از سرور پرت شدیم بیرون. آقا یه ریزی درگیری شد تمام شدن؟ آره این محله آسون بود. آقا وایسا من یه قانون بذارم. هر کی منو بزنه راند بعد بیام سوراخش میکنم. یو ابوالفضل اسکلتون. اوجی اینا از اون اسکلت. آقا همه رو من دارم میزنم بچه‌ها. نگاه کنید. بابا کی داره منو میزنه از پشت؟ علی یه رزی من میترکونم آتش. نه خیر. یو خدا من سوراخ. اینا چیه؟ این خوک آقا چی میگن؟ خوک من نساییدم. بیا ببینم. علی با چی داری میزنی؟ تو چرا پایین رو این گرفتی؟ بچه اینا هر کدومشون 4 تا میشن، میتونید باشون سلام علیک کنید. وقتی میمیرن میپاچه رنگ سبز ازشون. وای
وای وای وای وای آقا اینا همشون دارن میاد سمت من که. آقا احمد شما رو دوست دارم. کوچولو میشن سخت میشه زدنشون. آره من جلو تیرم هست. کی بود من زدم تو سر؟ اوه اینجا رو نگاه بچه فضا بیابون. الان به قرآن مجید آقا من حس میزنم میاد. بچه‌ها خوش اومدید به محله آخر. تا الان هر چقدر مردید و اسمارتین کردم هیچ امتیاز ازتون کم نشد، ولی اینجا هر کی زنده بمونه یه امتیاز میگیره و هر کی هم که مرد دیگه امتیاز کم نمیشه. آقا پس هم دیگه تیر نزنیم دیگه بیاین. آره سعی کنید اینو تیمی به برید اگریزی که خیلی خوب میشه. همتون زنده بمونید. به قرآن کسی نزن همدیگه را. بابا تو کیه دیگه؟ همین یا ابوالفضل زیاد شدن یه دفعه. وای من بردم نه. آقا نه احمد دفاع میکنه. احمد نمیمیره. احمد باخت نمیده. بابا احمد آقا احمدی. احمد تفنگ نداره. چی آقا احمدی؟ ماشاءالله احمد ماشاءالله احمد برد. یه امتیاز این بچه احمد میگیره. برنده تو کامنت ها خدا وکیلی. خیلی خوب توی دور اول فقط احمد رکسا تونست امتیاز بگیره، بقیه همتون از شدید هیچ امتیازی نگرفتید. نه از قصد بودش که احمد یه حس خوبی بگیره. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون بازی کردم. فعلا خداحافظ. مرحله دوم مسابقه ماشینیه و اولین نفری که برنده میشه. مرسی. خیلی خب بچه‌ها خوش اومد به مرحله دوم مسابقه ماشینی. ماشین مرتضی‌تون انتخاب کنید، رنگا مشخصه. آقا قبل از اینکه بریم سراغ مسابقه کیا اینجایی که ما الان هستیم و یادشون کنیم خدا وکیلی بنویسید تو کامنت ها بچه‌ها. آقا احمد ببینم تو رو دیدمت برو. علی آقا تیکی کلمات واسه دهشت. خیلی خب بچه‌ها شما مسیر مشخص دارید، هر کی زودتر برسه اینجا پیش من برنده است. حرکت کنید. برید دیگه. یعنی چی حرکت کنید؟ آقا احمد چجوری بازی نفر اول خودم زدم. خودش گفت خدا ریز میبینم تو بچه‌ها. پاک مکس شهری هم حاجی رد شدم من. حاجی برای من پیاده شد. اینا چی وسط راه؟ حاجی بوس میکنه این. حاجی یاد کرش بندیکوت افتاد. من چرا بالا؟ ماریو شد حاجی به قرآن. حاجی پشمو کرش بندیکوت. بابا من لگم نامردیه. من تلپورت دارم میشم. اینجا نه آقا من گیر کردم. بیا نجات بده خدا وکیل. کجایید شما؟ من جاده خارج شدم داداش. کجایی الکس جان؟ جادهش خرابه. نه آقا من در تلپورت میشم. احمد اگه ببره من سوس ریلیف خوردم. آقا من رسیدم. آقا من رسیدم قبول نیست. چی من رسیدم؟ من من این برم آقا احمد اینها. من اینجا بابا خب من 5 دقیقه زودتر از شما رسیدم. بک اومده. آقا من نمیتونم حرکت کنم. بازی من لگ میشه. ای خدا. بیاید بین یه بار دیگه مسابقه بدید. بیاید یه بار دیگه مسابقه بدید. آبروی ما رو بردید. جی تی پلیر. این شد کلا. اوه کجا بیا برگرد. وای چجوری شتا گرفت. وای ماشاءالله داشتنی زدم بچا جدی قبول دارین؟ خیلی با من نفر دوم الان میزن ازت جلو. نفر دوم منم. نفر اول شدم به نازم خودم. چی نفرم؟ هیچ کس جلوی من نیست. چی داری میگی؟ آقا خارج نشد. وای من پرت شدم بیرون. احمد پرت شدم بیرون بچه. احمد برو. من بیرونم. وایسا. وای نمیستم. بیا خب ببرم تو بیا. احمد تو بیرونی. وایسا بچه جدی با 2 تا نوب سگ دارم مسابقه. آقا احمد چیت زد. میدونی؟ به احمد واسه دوم تموم شد. داشتنی برد. من رسیدم. آقا احمد ما رسیدیم پیاده هم شدیم. ببین من 2 تا نونم گرفتم نگاه. گریزی متاسفانه تو حذف شدی. الکس شد احمد رکسا. یه دور دیگه با هم مسابقه میدید نفر اول مشخص میشه. ایول اما بیا بزنم. هر موقع فنز بعد شد برید. من اینجا وایسادم هر کی زود دید برام مهم نیست از فنز رفتید بیرون یا نه. برید. آقا احمد کجی بابا باش آقا این الان جلوتره یا عقب‌تره داداش من نمیدونم. آقا من جلوتر. علی آقا بیا یه کاری کنیم آقا. این دفعه هر کی از جاده رفت بیرون هست میشه. قبول؟ نه دیگه نشد. راننده خوبی فقط جاده بیرون. یا ابوالفضل. یا ابوالفضل. نده بیرون. وای الیکس شات یه نفر کارت داشت. وایسا ببین چی کارت داشت.
احمد وایسادی نه بابا حاجی، احمد حاجی. داره میره پشمام. سه نشه بازی نشه برو بریم بچه‌ها من میخوام اینجا ترمز کنم علی رد شه علی برو آها احمد بابا رد دمتون عجب گرم آدم دوم ولی احمد برده داداش بود ترمز دیگه احمد اشتباه کرد چقدر الیکس شاد بده آدم بدیه ترمزم نگرفت تو برای چی داری فیلم هندیش میکنی حاجی من گفتن ترمز میگیرم بزنم علی رد شه علی رد شه اصلا نپرسی تو کی هستی خیلی خوب الان یه امتیاز احمد رکسا داره یه امتیاز الیکس شاد گریزی فعلا 0 تو هست شدی احمد بزن بکشمت نه علی جدی نزنیم میبینم بابا نه عجب علی، آدمی علی، علی. گریزی بابا نزن من مردم مرد پشت احمد و قاتل تو هست شدی و مرحله سوم مرحله که باید بری تا پاسگاه پلیس یه کدیو بزنی یه موتوریو برداری موتور رو بیاری و توی این سکتور کشته نشی چون من دیگه تو من دارم میگم خیلی خوب جی تی پلیرای عزیز بچه‌ها همتون پاسگاه پلیس که میدونید کجای دیگه آره 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 ماشینتون رو بردارید برید پاسگاه پلیس توی یکی از راهروهاش یه کده اون کدو بزنید گفت وارد برو. یه جا میشید یه موتور اون داخل زیر زمینه اون موتور رو هر کی برام بیاره برنده میشه علی شد اون موتور واسه من وایس بابا من لیف خوردم بایستا خارج ای علی چرا داشت اینجا پیچیدی بمب علی است. اشتباه رفت علی اشتباه رفت خدا شکر مرسی احمد میرسه پاسگاه پلیس وایسا ببینم فیودال بله چرا به ما تفنگ سلام. دادی تو میتونید همدیگه رو بکشید آزادید آقا من رسیدم بعد چیکار کنم خب الان یه کد جلوته کد رو حل کنی 4 تا داره اگه 4 تا رو درست بابا بزنی مگه این می‌دونی. نبود کد چیه این بعد چوری بزنم کلیک راست کن انتخاب کن دیگه بعد رندوم بزنی باید پیدا چهار تاش. کنی آقا احمد بابا من پیداش کردم پیداش آقا. کردی آره بسام شم خب بچه، بچه خداوکیلی. الان بقیه میتونید جلو احمد پاسکا پلیس برنده جلو میاد. احمد رو بگیرید احمد داره آجی، فرار بابا میکنه من ماشین من راه نمیره خدافظ احمد بعد برگردی همون جایی که بازی شروع احمد شد احمد بری بیا اشتباه اینجا میری کارت دارم احمد بعد برسی آره تو احمد بیا میزبان همون جایی که شروع کردی احمد بیا همون جایی که شروع آره کردی. آره بیا اونجا داداش من یکی اونجا منو نمیام. تلپورت میده همونجا بیودال یه جای دیگه قرار بذار من اونجا نمیام متاسفم بعد بیاری اینجا آه. بچه شما میتونید بیاید اینجا بکشید احمدو با شماست خب اینا اونجا با مسلسل وایسادم من نمیتونم بیام وای نزن بمیرم نزن احمد در نرو آقا خب من رسیدم کجاست؟ فیودال تو اونجا نبودی خدا داش من دقیقاً روبروی میزبانکم الیکس یادم پیش منه منتظر اینجا بیای بزنیش راست میگه داش بیا اینجا خب چرا آره من بیا، بابا، بچه من خب نمی‌بینم من اصلا. موتور رو برداشتم وایسا بیا بمیر احمد دقیقاً دم احمد پارکینگ داره اونجا که بیرون. میری داخل بابا من الان دارم علی گریزی رو میبینم چرا شما رو نمیبینم علی یه بالا، پارکینگ بالا. داره میزبانک بالا طبقه بالا خب من چجوری بیام بالا جاده راه هست داره اینجا، نمیشه. آره نه، بر راهشو چرا پیدا اینجا کنی کم دارم میام اه، من گیر کردم. احمد الکس شاد بمیر نزن منم بابا اون منم بابا این منم بیا دیگه منو اول نمی‌بینی. واسه احمد عجب. رو الان میزنم احمد کی- هنوز موتور علی. سوار نشدم احمد یعنی چی تموم نشده بابا گفتی احمد برد عجب نه بود. دیگه موتور رو بیار اینجا بهم تحویل بده سوار شو بابا من احمد موتور برگرد خب همونجا کنار که تعریف بودی. شده عجب آدمی خب منو میزن الان کیه این کیه پیاده شو خب پیاده شو الکس شاد بمیر احمد واس خود منه بابا تو چ بمیرید اشکالم آقا بچه احمد رکسو برنده شد تبریک میگم به احمد خدا وکیلی بابا بذار برم $5000 احمدو بیارم $5000 من کارت احمد ببریم اون ور کارت دارم خیلی خب بچه این جایزه احمد بذار لایو اسکرین بدم یه جایزه تو ببین داداش احمد این 5k دلار آقا احمد بچه پولدار آقای بابا فیودال بنازم بچه $5000 هر کی از کامنت بذاره احمد برنده به هر کامنت $5 بچه‌ها بعد پولدار. احمد فقط یه چیزی بچه‌ها، اینجا یه دوست برات داری جایزه پولدار نوشته بذار فوکس کن اینجا بعد نوشته مبارکت باشه برنده شدی حالا می‌تونی ثابت کنی. بچه‌ها خیلی ویژه است دیگه ویژه تره خیلی خب بچه‌ها دمتون گرم که اومدید برنده احمد شد احمد به تبریک بگیم و اگه از این ویدیو دوست دارید باز حتما تو کامنت بگید خدافظ برم بدرود. بچه‌ها خدافظ ای، سلام دافو- داداش من موقع میخوام بزنم تو چرا به من سلام میگی؟ آقا یه بار دیگه سکانس عوض شد بیا بیپ 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 کیه این کیه خانومی آقا ماشینو برو گم ببین. شو مزاحم نشو نه نمیخوام خانومی بیا اینجا نمیام بیا تو نمیخوام ماشینم یه دونه نمیام. بیا یه چیز دارم خیلی خوبه نه ای چیز. خانومی شب شد بیا بریم وای آجی من فرار